بازارهای دوشنبه امسال در آستانه سال نو سر آدم نیستند. آنهایی که به این بازار بزرگ شهر می آیند می گویند که محصولات اساسی خوراک می خرند و بس تا خرجشان زیاد نشود. شخصانی که هم آمدند با دقت به نرخ نگاه می کنند، از جمله به نرخ محصولات لازم برای سلطه اولیویه. قیمت‌ها در مقایسه با سال‌های گذشته خیلی بالا رفتند. سلطه اولیویه رسمی شده که امرا میکنیم اولیویه را. اولیویه این سلطه هر ساله دسترخوانی نوگودی است. برای همه میکنند. فروشندگان میگویند مردم برای آن بیشتر به بازار برای خرید می آیند که نرخ‌های اینجا در مقایسه با فروشگاه و مرکزهای تجارتی عظیم ارزان تر است. مثال مردم نسبت به دیگر مغازه‌ها ای بازار خریداری میکنن ارزان است. نسبت به مغازه‌ها 20% ارزان است. ولی در همین بازارها که میتوان سر قیمت معامله کرد، به گفت خود تاجران نرخ‌ها میگزند. امسال به قبل آنها فروش کم شده است. سودا سست شد. مایونز و نخود را کمتر می‌خرند چون که نرخ‌ها بالا رفتند. امسال مردم اولیویه نمی‌خورند. فروشندگان دقیق نمیگویند که برای تهیه یک سالاد چند پول ضرور است، چون مردم اگر تخم خرند یک باره برای چند روز میگیرند، نه فقط سالاد، نخود و مایونز و دیگر محصولات را یک تایی میخرند. یک فروشنده نشان داد که خرج تهیه اولیویه تخمیناً چقدر می شود. Горошек. Майонез. 26 сомонов, 12 сомонов майонез. Крабовые палочки, 2 пачки, 14 сомонов. Палка колбасы, докторская, отечественный продукт, 55 сомоний. Ячейка яиц, 25 сомоний. Сколько в общем? 132 сомоний. برای خریدن کارتوشک، سبزی و بادرینگ تا 12 سومونی دیگر لازم می شود. در عموم برای تهیه یک پیشخوراک سالینوی تا $12 ضرور است که از ده یک حصه مزد میانه در تاجیکستان را تشکیل می دهد. در تاجیکستان 3/1 اهالی فقیر به حساب می روند و خرج ماهانه‌شان کمتر از $50 در یک ماه است. $12 هم از 5/1 حصه این پول می شود.